یه سوال، تا حالا با خودت گفتی چطوره یه سری آدما انقدر پیشرفت میکنن تو سال یا به چشم میاد و برعکسش هم یه سری آدما 5 سالم که میگذره هنوز همون نقطه اولن، پس رفتم کردن. ببین به خاطر شانس نیست، به خاطر پولم نیست، بی تاثیر نیست، ولی توافقش رو تصمیمشونه. اونا که یه شبه نخوابیدن صبح پاشن ببینن کلی براشون پیشرفت و موفقیت رقم خورده. یه روز پا شده بهونه‌ها رو گذاشته کنار، با قدم‌های کوچیک زندگیشو ادامه داده. تو هم از همین الان شروع کن، نه فردا، نه شنبه، نه از ماه آینده. از همین الان بهونه‌هاتو بذار کنار، حتی شده 1% بهتر خودتو بذار، آخر سال شگفت زده میشی. من مطمئنم، من خودم درد کشیدم، سختی کشیدم که دارم اینو میگم. اگه دنبال مسیر رشدی با من باش، کلی برنامه برات دارم.